باعث افتخار و سرفرازی است که امروز ما باری نخست در شهر سمرقند باستانی قرار داریم و انتظار از آن هستیم که امروز ما در این چهاربینی بسیار سطح بلندی بین المللی با یک دستاویز خیلی زیبا آمدیم و باوری کامل گفته می توانیم که ما یکی از جایهای نمایان این برنامه فرهنگی را سزاوار می گردیم و از نام تمام هنرمندان جمهوری تاجیکستان و تمام انمو اشتراک کنندگانی که در این چهاربینی فرهنگی اشتراک می‌ورزند سلام خود را می‌رسانیم و باوری کامل داریم که این برنامه یکی از برنامه‌های خاطرمان سطح جهانی می‌گردد و باعث تمام افتخار تاجیکستان است که امروز در سرزمین باستانی سمرقند چنین یک برنامه فرهنگی برگزار گردیده ایستاده است و آینده ها ما از او خیلی با نقشه های زیادی را آرزومند هستیم و خواهشمند هستیم که یعنی که در آینده باز بگذار همیشه برنامه های فرهنگی باز هم از این زیباتر و خوبتر یعنی که در سطح بین المللی صدا دهد و تمام دیگر هنرمندانی که در تاجیکستان هستند در این برنامه شرکت داشته باشند. دانستم که همیشه صلح و امانی باشد و دوستی پاینده باشد. همیشه خوش و خرسندی باشد. ما امروز با شاهین جان یک سرودی دوگانه هست. همین سرود را ما فلک آماده کردیم. صد بار شده از عشق تویم حال دیگر گم. یک بار نگفتی که بگو حالی تو چون شد. مرغ دل جامی که کسی را نشدی رام، مرغ دل جامی که کسی را نشدی رامه، در دام سری زلفی تا افتاد زبون شد، در دام سری زلفی تا افتاد زبون شد. دویم مردم تاجیکستان با مردم ازبکستان دوست باشند، سربلند باشند. ما افتخار میکنیم که در این چهاربینی شروع کردیم. بسیار خوب شد که از صنعتکارای ازبکستان با تاجیکستان، صنعتکارای تاجیکستان با ازبکستان در همه چهاربینی فرهنگی و در توی خرسندی ازبکستان مردم تاجیک هستند، در تاجیکستان مردم ازبک هستند. ما بسیار خرسند هستیم. من آرزو دارم که من همین دوستی و برادری که امروز با شرافت دستگیری های دو سرور دولتی تاجیکستان و ازبکستان که امروز بسیار یک سطح بلندی جهانی دارد، یعنی که بگذار دیگر کشورها از تاجیکستان و ازبکستان آموزن این دوستی را، چون که این یک چیز فراموش نشونده است که سالهای زیاد ما دوستی داشتیم و امروز نیز این دوستی ما پاینده بود. بگذار فرزندان ما و شما، فرزندان تاجیکستان و فرزندان ازبکستان، من همین دوستی که امروز دو سرور کشور برای ما ساختن، یعنی که من همون پولی که من همون کوپروکی که ساختن بگذار دائما یعنی که پاینده باشد. من همین دوستی دائما پاینده باشد. خاکی وطنم سرمه چشمان من است، سنگی بغلش عقیق و مرجانی من است. پیراهن شاهیم ز کرباس مهش، پیوند به جانش بخدا جانی من است. پیوند به جانش بخدا جانی من است.